دوستای عزیز اینی همه روزه روی از این آید و میگیرید اینه برای فعلا اینی گروه بوتر که میگیرید اینمی حداقل اینمی تمام زندگی کنه مردم سعود تگاو سر بلاغ اینمی مبلغ 90,000 افغانی یعنی مبلغ است که علی لالا از کشور برزبین استرالیا بر از ما روان کرده ایره خدمت دوستان ما تقدیم منم و از دوستان ما میخوایم علیاور اگر کدام مشکل داشته باشه حاجتی داشته باشه هر مقصد مرامی که داشته باشه خداوند به مقصد مرامش برسانه و در حقیقت این کمک کمی نیه لالا این تو در حقیقت دمی دیل کو اینی جنگیدن با میسنگی که مردم میجنگه در حقیقت تو دنیا رو بخشیدی. از جناب آقای انجینیر محمد میرزایی از قریه مکی سید بچه مبلغ 1,000 دلار آمریکایی. کار سرک کوتل میان دوکویه که ما سالهای متمادی از سالهای پیش با بیل و کلنگ و با دیست را کار کردیم که متاسفانه نتیجه نداده. امسال خوشبختانه از دعای دوستا بزرگوارا دقیقاً در ساحه‌ای که قرار داریم روی کوتل میان دوکوست که فعلا کار جریان دارد. این کوتل وصل میکنه مناطق بیسود پایین بیسود، جرغه برجگه، کوتل مولا یعقوب، سرخاباد و امثال اینها علاوه بر آن کوه برون را با مناطق یک هولنگ و مرکز بامیان. رسانه بیسود، رسانه مردم از خود مردم، بلده مردم.